دکتر فریبا مقصودلو هستم، روانشناس و مشاور کلینیکال در ونکوور. ما یه بحثی و توضیحی در جلسه قبل داشتیم در خصوص اینکه قدرت زمان حال، بودن در زمان حال، پذیرش بی قید و شرط لحظه حال به ما کمک میکنه که از دست افکار مزاحم، افکاری که نشخوارهای فکری گذشته هستند، افکاری که وابسته به اضطراب از مسائلی که هنوز پیش نیومده، اضطراب ناشی از آینده هستش. این افکار کیفیت زندگی ما رو پایین میاره و ما توضیح دادیم که پذیرش بی قید و شرط لحظه حال به ما کمک میکنه که مقاومت ذهنی ما از بین بره، آگاهی فعال بشه و بتونیم در لحظه حال زندگی کنیم و از دست این افکار رها باشیم. یه موضوعی که امروز میخوام راجع بهش صحبت کنم تأثیر پرفکشنیست بودن، کمالگرا بودن بر عدم حضور در لحظه حاله. در واقع کمالگرایی که همون در واقع تمایل به انجام بی‌نقص هر کاریه، یه انتظارات غیر واقعی از خودمونه، حتی از دیگرانه، که اغلب ریشه در ترس داره، ترس از طرد شدن، ترس از اینکه نتونیم یه نقصی رو بپذیریم، یک ناتوانی رو بپذیریم و همش تلاش میکنیم که آینده رو کنترل کنیم و بسیار کمالگرایانه به همه چیز فکر میکنیم. این افرادی که کمالگرا هستند و ذهنشون بسیار پرکاره، همواره دارن مقایسه میکنن، همواره دارن پیشبینی آینده میکنن، همش میخوان گذشته رو اصلاح کنن. این باعث میشه که این افراد در لحظه حال نتونن زندگی کنن و تقریبا براشون حضور در لحظه حال غیر ممکنه. کمالگرایی باعث اضطراب و فرسودگی میشه، اضطرابی مزمن، فرسودگی در همه زمینه‌ها، شغلی، نارضایتی دائم از عملکرد و اینکه آدم هیچ وقت راضی نباشه از موفقیت‌هایی که به دست آورده و همش فکر کنه که کافی نیست و همش به دنبال یک آینده بهتر تو ذهنش بگرده. اینا باعث میشه که نتونه در لحظه حال زندگی کنه و همین آرامش رو ازش میگیره. حضور کامل در لحظه حال هست که آرامش میده، احساس خوشبختی و خوشحالی میده. ذهنی که کمالگرایانه فکر میکنه همش در حال ستیزه و در واقع کمالگرایی یکی از بزرگترین موانع بر سر آرامش ذهنه. یه مشکل دیگه‌ای که اجازه نمیده ما در لحظه حال زندگی کنیم و در حال حضور داشته باشیم عزت نفس پایینه که معمولاً هم به تجربیات کودکی ما برمیگرده. مقایسه های اجتماعی، شکست های مکرر یا اون پیام های منفی والدین، صحبت های اونها از فرد انسانی با عزت نفس پایین میسازه که خودش رو نالایق، بی ارزش و ناکارآمد میبینه. خب حالا بگذاریم از این که نیاز این افرادی که عزت نفسشون پایینه همش نیاز به تایید دارن و مدام نیازمند تایید و تشویق هستن. در عین حال این وابستگی به تایید گرفتن باعث میشه که در واقع آگاهی اون رو از درونی بودن به برونی بودن
منتقل بکنه و چون همش دنبال تایید گرفتن از آدم‌های دیگه است، از به اصطلاح سیستم بیرون از درونشه و باعث میشه که از تجربه زمان حال باز بمونه و نتونه در لحظه حال زندگی کنه و خب میتونه که خود بزرگبین هم باشه. در عزت نفس پایین به اصطلاح خود بزرگبینی هم نقش داره. در عزت نفس پایین ایگو در هر صورت نقش داره، یعنی که یه تصویری از خودش درست میکنه که با اون تصویر زندگی میکنه و با حقیقت وجودیش زندگی نمیکنه. افرادی که عزت نفس پایین دارن معمولاً دچار اضطراب اجتماعی هن، دچار وسواس فکری هن، احساس گناه و یا خجالت دائمی دارن. پس اونا هم در لحظه نمیتونن زندگی کنن چون ذهنشون همش مشغول قضاوت و ارزیابی مداومه. توصیه میشه که برای تقویت ذهن و برای اینکه در لحظه حضور داشته باشه، برای اینکه احساس آرامش درونی ایجاد بشه، لازمه که ذهن رها بشه و حضور در لحظه بهش توجه بشه، به حضور در لحظه توجه بشه. مشکل دیگه‌ای که وجود داره کنترلگر بودن و توهم مدیریت زندگیه. در واقع بعضی از افراد نیاز دارن که مدام کنترل کنن، یه در واقع پاسخی دارن به ترس درونیشون میدن، ترسی که ناشی از ندانستن درباره ناشناخته هاست. ذهن میخواد برنامه‌ریزی کنه، پیش بینی کنه، کنترل کنه، میخواد امنیت رو به اصطلاح تضمین کنه. توهم کنترل آینده هم این هم باعث میشه که در واقع ما نتونیم در لحظه حال زندگی کنیم. فکر کردن زیاد در مورد آینده اضطراب رو افزایش میده، ترس رو افزایش میده و با واقعیت زندگی در تضاده. چون واقعیت زندگی اینه که همواره زندگی در حال تغییره، غیر قابل پیش بینیه. حالا هرچی ما بخوایم بیشتر کنترل کنیم دچار رنج بیشتری میشیم. پس به جای اون باید تسلیم بود. تسلیم نه اینکه منفعل بشیم، بلکه پذیرش اون چیزی که هست، مقاومت نکنیم، اون چیزی که هست رو بپذیریم. مقاومت کردن و تلاش در تغییر چیزی که از کنترل ما خارجه در واقع باعث میشه که ما نتونیم در زمان حال و در لحظه حال درست زندگی کنیم. آزاد شدن، رها شدن از اینکه نیازی به کنترل نیست، رها شدن از میل به کنترل یه آرامش عمیقی برای آدم میاره. جایی که آدم هر چیزی رو که همون جور هست بپذیره، در لحظه حضور داشته باشه و این کمک میکنه که از اون رنج روانی در واقع رها بشه. پس زیستن در لحظه کیفیت زندگی رو بالا میبره، سطح اضطراب و افسردگی رو پایین میاره، اون وسواس فکری و نشخوار ذهنی کم میشه. وقتی عزت نفس سالم باشه فرد در لحظه بیشتر حضور داره، در واقع خودش رو پذیرفته. عزت نفس سالم خودپذیری بالایی داره، قضاوت نمیکنه. در واقع کسی که عزت نفسش سلامته قضاوت نداره و همین باعث میشه که بیشتر در لحظه حال زندگی میکنه و این در واقع یه چیز خودجوش و درونیه، یک انرژی خودجوش و درونیه. وقتی روابط انسان ها با هم بهتر باشه، این روابط بهتر، روابط صادقانه تر، روابط درست تر و بدون قضاوت
کمک میکنه که افراد به لحظه حال آگاه تر باشن. در روابط خانوادگی، در روابط با دوستان، در روابط شغلی و عاطفی، همه روابط، هر قدر که این روابط آگاهانه تر و صادقانه تر باشه، به دور از هر نوع ذهنخوانی، پیشبینی، قضاوت، این باعث میشه که از لحاظ عاطفی، از لحاظ به اصطلاح زندگی در لحظه، از همه لحاظ فرد بهتر بتونه آگاه به لحظه باشه و در واقع کمک میکنه که بهره‌وری، خلاقیت ذهن بالا بره، توانایی بالایی برای تمرکز پیدا میکنه، در نتیجه برای تصمیم گیری و خلاقیتش بالا میره. در هر صورت زیستن در لحظه حال بهره‌وری رو بالا میبره، به شکل طبیعی و نرمال بالا میبره، کیفیت زندگی بالا میره، حس معنای زندگی کسایی که در لحظه حال زندگی میکنن خیلی بیشتره. زندگی برای اونها معنادارتره، زندگی برای اونها هدفمندتر و متعادلتره، چون در لحظه حال همه چیز رو تجربه میکنن و زندگی سرشار از تجربه است. اونا در واقع در معنا دارن زندگی میکنن. پس قدرت زمان حال واقعا دریچه‌ای هست به سوی آرامش و رهایی و گشودگی و باعث میشه که کمالگرایی کم رنگ بشه، عزت نفس تقویت بشه، از کنترلگری که 3 دشمن اصلی زندگی هستن انسان فاصله میگیره. با آگاهی از پذیرش بی قید و شرط لحظه حال، رها شدن از اون افکار و محتویات ذهنی، انسان میتونه خودش رو از قید و بند ذهن رها کنه و به کیفیتی زندگی اصیل دست پیدا کنه. پس حضور در لحظه شفا بخشه، انرژی تازه میده و تعادل رو بین ذهن و جسم برقرار میکنه. یک مهارته و هم نه تنها یک مهارتی در واقع تو ذات ما هست، تو جوهره ما هست، فقط لازمه که نسبت به اون آگاه باشیم و یادآوری بشه به ما و گاهی به خودمون یادآوری کنیم. متشکرم. خدا نگهدار.